ای بچه بسیجی ها، بچه سپاهی ها، شما که همتون استکبار ستیز هستید، شما که همتون مبارزید، شما چرا سکوت کردید؟ نگاه نمی کنید که پروتکل های شما رو WHO داره می نویسه و اینجا مو به مو اجرا میشه؟ فقط به بهانه اینکه رهبرم تزریق کرده میزنید؟ حضرت آقا زمانی فعل و قول و تقریرش برای ما و برای خودش حجته که یا حکم حکومتی صادر کنه یا فتوا بنویسند و اعلام کنند. هر وقت حضرت آقا فتوا صادر کردن، هم کتبی و اعلام هم کردن که من فتوا صادر کردم، و هر وقت حکم حکومتی حضرت آقا صادر کردن که واکسن بزنید، بنده نفر اولی هستم که واکسن میزنم. کسی که اومده کارت واکسن مادرش آورده اینجا، میگه مادرم زد مرد. پدر شهید آقا عبداللهی همینجا زندگی میکنه، ارتباط مستقیم باش دارم، زنگ بهش دادم، گفت برادرم واکسن برکت زد، قارچ سیاه گرفته، 2-3 ماه تو بیمارستانه، 30-40 کیلو لاغر شده. گفتم بیایم فیلم بگیریم، گفت نه من خانواده شهدا هستم. بده خانواده شهدا، اونایی که عوارض دیدن به خاطر نظام انقلاب سکوت کردن. تا کی میخوای سکوت کنی؟ آقا در محاصره علمیه، نفوذی ها دور آقا را چنان چیدند که حرف ماها به آقا نرسه. ما شاگرد اول WH شدیم، باید عروسی بگیریم، دنیا باید برای ما عروسی بگیره. خود WHO نشسته برای ما کف میزنه. کسی که این سازمان کشتار جهانی رو درست کرده، خودش از پروتکل‌های خودش اینطور همراهی و حمایت نمی‌کنه که ما داریم تو این کشور حمایت و همراهی می‌کنیم. کدام نفوذی در این کشور داره رهبری میکنه؟ چه غلطی میکنه سازمان کشتار جهانی در طبقه اول وزارت بهداشت؟ وزیر سابق مرحوم طریقت منفرد، شهید طریقت منفرد، 2 هفته قبل از کشته شدن مشکوکش فرمودند من ثابت میکنم که وزارت بهداشت ما رو مستقیما نتانیاهو داره اداره میکنه. 2 هفته بعد به صورت مشکوک کشته شد، در چاله آسانسور افتاد یا انداختنش. خانواده‌اش شکایت کردند.